اولین ولاگ من خوش اومدین. ما دیروز مهمونی دعوت شدیم. صبح بلند شدم، دوش گرفتم، ماسک گذاشتم، بعد آرایش کردم. اینجا میبینین که چه سایه دلبری زدم براتون. بعد آماده شدیم. حسن ساعت 12 از سر کار اومد دیگه. ما هم راه افتادیم به سمت دماوند. اول سر راهمون رفتیم قنادی، شیرینی گرفتیم. میبینید که من شیرینی مورد علاقه خودم رو انتخاب کردم. بعد دیگه حدودا ساعت 12:30 راه افتادیم به سمت روستای ورونه که از حوالی دماونده و به شدت جای باصفایی بود. اینم که جاده است، آسمونم که میبینین چقدر دلبری میکنه. اینجا رسیدیم به ویلای دختر دایی مینا. خیلی جاش خوشگل بود. از آب و هوا هم که نگم براتون، هوا خیلی خوب بود. بچه ها تو حیاط کلی بازی کردن، کلی بهمون خوش گذشت. خیلی سرسبز و باصفا بود. بعد دیگه همه مهمونا کم کم رسیده بودن و میخواستیم ناهار بخوریم. جاتون خالی، ناهار رو خوردیم. دختر داییم حسابی زحمت کشیده بود، کلی تهیه دیده بود. دستش درد نکنه. غذاهای خیلی خوشمزه. اینجا هم که دیگه ناهار رو خوردیم و میبینید که همه جا ترکیده. طبق معمولم بچه ها ظرفا رو شستن، جمع و جور کردیم، اومدیم تو حیاط نشستیم، قلیون کشیدیم و کلی بهمون خوش گذشت. انقدر زدیم و رقصیدیم و کیف کردیم. واقعا کنار خانواده بودن انگار از عمر آدم حساب نمیشه. خیلی بهمون خوش گذشت. دیگه اینجا هم میبینید که همه دارن غیر میدن و میرقصن. اینجا هم یه 2-3 تا دابسمش با حسن گرفتیم که حسن هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. و شب شد و برگشتیم به سمت خونمون. اینم از ولاگ روز جمعه ما. ماچ بهتون.